شاید به زودی و در همین نزدیکی. شرکت ایلان ماسک آمریکایی مجوز جاسازی تراشه‌ای به اندازه کمتر از 1 میلیمتر را در مغز انسان گرفته است. این تراشه را در مغز یک معلول نخاعی جاسازی کردند که به وسیله ایجاد پل ارتباطی بین اعصاب نخاع توانست سلامتی خود را باز یابد و از رخت خواب بلند شود و راه برود. با کمک جاسازی این تراشه یک نابینای مادرزاد توانسته است که بینایی خود را باز یابد و با چشمان خود اطرافش را ببیند. به احتمال زیاد در مدتی بسیار کوتاه این تراشه به دست تمام انسانها با قیمت مناسب، حتی ارزانتر از گوشی‌های تلفن موبایل قرار خواهد گرفت که در